عیسی یک نظر انداخته بایهای را دید که به صندوق خیریه صدقه های خود را می انداختند. او بیوزنی کمبغلی را نیز دید که به آنجا 2 تنگه خرد مسکین را انداخت. بعد گفت: به راستی به شما می گویم که این بیوزنی بیچاره از همه زیادتر خیرات کرد، چون که آنها از زیادتی بایگریشان صدقه می کردند. وی باشد تمامی رزق و روزیش را داد. وقتی که بعضی ها درباره معبد خدا سخن می راندند و تعریف می کردند که آن با چگونه سنگ‌های زیبا و هدیه‌های قیمت‌بها آرا داده شده است، عیسی گفت: روزهای می آیند که از همه این چیزهای می دیده‌تان سنگ در بالای سنگ نمانده به زمین یکسان می شوند. از او پرسیدند: استاد، پس این حادثه کی روی می دهد و به عمل آمدن آن را از کدام علامت می فهمیم؟ او جواب داد: احتیاط شوید که مبادا گمراه نشوید، زیرا بسیار کسان با نام من آمده می گویند من همانم، و یا وقتش رسید، از پس آنها نروید. وقتی که صداهای جنگ ها و شورش ها را می شنوید، به واهمه نافتید، زیرا اول باید همه این واقعه ها روی دهند، ولی این معنای یک باره رسیدن آخر زمان را ندارد. بعد عیسی با آنها گفت: یک خلق با خلق دیگر و یک دولت با دولت دیگر می جنگد. زمین جنبی های سخت می شود و در هر جا گرسنگی و بیماری های مرگاور می آیند. از آسمان حادثه های پردهشت و علامت های بزرگ نمایان خواهد گشت. ولی پیش از آن که همه این به عمل آید، شما را دستگیر کرده عذاب می دهند و به جماعت خانه ها و زندان ها می برند. به خاطر نام من شما را به نزد پادشاهان و حاکمان می برند و امکانیت پیدا می کنید که درباره من شهادت دهید. قرار دهید که درباره چی جواب دادنتان پیشکی تشویش نمی کشید، زیرا من به شما چنان حکمت عطا می کنم و سخنان را به دهانتان می گذارم که هیچ یکی از دشمنانتان نمی تواند بر آن مقابلت نشان داده ناراضگی خود را بیان کند. حتی پدر و مادران، برادران، خویشان و دوستانتان شما را تسلیم خواهند نمود و بعضی شما کشته می شوید. به سبب مرا پیروی کردنتان همه به شما با چشم نفرت نگاه می کنند، ولی یک تار موی هم از سر شما نخواهد افتاد. ایستادگی نمایید و حیات را به دست خواهید آورد. همین که اورشلیم را در احاطه عسکران دیدید، بدانید که وقت ویران شدن آن نزدیک است. آن وقت کسانی که در یهودیه هستند به کوهستان گریزند، کسانی که در این شهر هستند از اینجا بروند و کسانی که در دهات هستند به شهر بر نگردند، چون آن روزها همچون اجرا شوی گفته های نوشته روزهای جزا می شوند. وای بر حال حامله داران و مادرانی که کودک شیرخور خواهند داشت، چون که در زمین مصیبت بزرگی به عمل می آید و این مردم گرفتار غضب می شوند. بعضی ها از دم شمشیر هلاک می گردند و دیگران را به مملکت های گوناگون اسیر کرده می برند. غیر یهودیان باشند تا وقتی به آخر رسیدن دوره آنها اورشلیم را پایمال می کنند. در آفتاب و ماه و ستارگان علامت ها ظاهر می شوند و در روی زمین مردم به غم و اندوه پیچیده از خروش بحر و موج ها به حیرت می افتند. از برای آنکه همه چیز در آسمان به جنبش می آید، آدمان از نزدیک شدن مصیبتی که به سر جهان می آید ترسیده بیهوش می شوند. در آن وقت آدمان پسر آدمی زاد را می بینند که در ابر
با قدرت و شهرت و جلال بزرگ می آید. وقتی که به عمل آمدن این گفته ها سر می شود، قامتتان را راست کرده سرتان را بالا بردارید، چون که وقت آزاد شدنتان نزدیک است. بعد عیسی با آنها چنین مثلی را نقل کرد: به درخت انجیر و دیگر درختها نگاه کنید. وقتی می بینید که آنها برگ می برارند، می دانید که تابستان الکی نزدیک است. همین طور هنگامی که به عمل آمدن این حادثه ها را می بینید، دانید که پادشاهی خدا نزدیک است. براستی به شما می گویم که هنوز آدمان این نسل از عالم نگذشته همه این به عمل می آید. زمین و آسمان نیست می شوند، اما گفته های من تا ابد می مانند. پس با خبر باشید که دلهای شما سرگرم عیش و عشرت، بدمستی و تشویش های این روزگار نشود و آن روز ناگهان مثل دام برای شما فرا نرسد. آن روز به سر تمام ساکنان روی زمین خواهد آمد. همیشه بیدار باشید و دعا گویید تا قوت داشته باشید که از دهشت‌های آینده خلاصی یابید و در نزد پسر آدمی زاد ایستید. هر روز عیسی در معبد خدا تعلیم می‌داد و چون بیگاه فرا می رسید، به کوه زیتون رفته همانجا شب را روز می کرد. تمام مردم باشند سحری بر وقت برای شنیدن سخنان او به حولی معبد خدا می آمدند.